سلام، خیلی خوش اومدی به چالش 30 روزه چربی سوزی من. امیدوارم تو این مسیر با هم دیگه بهتر کنیم. خب گرم کنیم. 10 دقیقه اول برنامه مختص گرم کردن به این صورته که تو هر حرکت رو 20 تکرار میزنی. اگه روزای اول سختته با 10 تکرار شروع کن، بعد کم کم تکرارات رو ببر بالا. بین هر حرکتت باید حدود مثلا 3-4 ثانیه استراحت کنی، بعد بریم سراغ حرکت بعدی. یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که تو شکم و کمرتو خیلی صفر نگه داری. چجوری؟ نه که اینجوری حبس کنی. ببین لگن به این حالته، من میخوام بچرخونیش بیاری داخل، سرسونه صاف بالا نگه. این سرشونه ها آمودن عقب، سینه ها آمودن بیرون، بازن ها میکشم تو. این طرز صحیح ایستادن موقع ورزش کردن. حرکت اول پروانه است. اگه کمر درد داری به هیچ عنوان نپر. بازم درد. آروم. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 میشه شکست. 1 من اصلا نمیشم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استراحت. دست از بالون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استراحت. باز روی پنجه دست کشیده از پهلو میرسونم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استراحت. عوض میکنم. قشنگ بیارم بالون. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آروم. نفس بگیر. حالا میخوام بری سمت زمین. دستاتو بذاری روی زمین. دست کامل زیر سرشونه. پا عقب. شکم و کمر سه. یکی زمین. پا میاد داخل شدن. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عکس میکنی. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. آروم بلنش. آخرین حرکت گرم کردنت میشه دوباره دستاتو میذاری روی زمین. شکم و کمرت صفر. پاتو میخوام بیاری بکشون بذاری کنار دسته. بدنتو بچرخونی. دستی که به سمت نزدیک اون پا میچرخونی. بعدی پای بعدی 2 سرسری رو نشونی. شکم و کمر صفر. چرخونی. بعد حالا میریم برای تمرین اصلا. اگه دمبل داری که چه بهتر. اگه نداری بدون دمبل اجرا. بدون دمبل اجرا کردنش میشه به این حالت. دست رو سرشونت نگه میداری یا به این حالت. ما اندازه عرض لگن باز، سرسونه بیرون، زانو نمیزنه جلو. میشینی پا میشینی. میشینی کامل پا میشینی. از پهلو سرسونه بیرون، بازن صفر داخل. میشینی پا میشینی. میشینی پا میشینی. زانوات اصلا به هیچ عنوان به سمت داخل نمیاد. حالا میریم برای شروع. دمبل بذاری رو سرشونت. شکم و کمر صفر. اسکوات پاس. اسکوات پرس سرشونه رو باشه. 1 2 3
10. یه دنبال رو بگیری دسته، جلو قفس سینت نگه میداری، سرسینه باز بیرون، پالس نیمه میای بالا. 1 2 3 4 کامل بلند نمیشی. 5 6 7 8 9 10. دنبال رو بزن کنار. میخوام 5 تکرار به سمت راست، 5 تکرار به سمت چپ. پای زرد لگن باز، اسکوات میشینید، با کنار خارجی زانو فشار میارید، میایید به سمت پهلو. چون فضا محدوده کمتر میرم، ولی تو طول بیشتری. 5 حرکت دومت اینچور پوشاپ. صاف وای میستی، شکم و کمر سفت. میخوام با دستات بری جلو، بری شکم و کمر سفت. یه دونه شنا میزنی، میای بالا، برمیگردی. 1. اگه نتونستی پوشاپ کامل بزنی، زانو میذاری. 2 دوباره بالا، با دست میرم، دست راستش سرشونم، پایین، بالا. 3 میرم، 4 زانو به زانو. اگه نتونستی بالا دوباره. 5 6 میریم برای حرکت سوم. خب برای حرکت چهارم میخوام تو موقعیت لانچ قرار بگیری، یعنی یه پا جلو، یه پا عقب. پای پشتی رو دقت کن کامل روی پنجه باشه، پاشنه بالا، اصلا پاشنه پات به سمت پایین نمیاد، بالا میمونه. پای جلویت اصلا زانو پنجه پا جلوتر نمیزن. آروم میری پایین، به موقعیت 90 میرسی، میای بالا، دست پهلو، کار راستای سرشونت میاد بالا، میری پایین، میای بالا. 2 تا 3 تا. از رو بیرو ببین، زانوی پای پشتی به سمت داخل نمیاد، میای بالا. 4 تا. دست تا راستای سرشونه میاد بالا، نه بالاتر. آره جمعی کوچولو، همه مچ دستت هم ننداختی. 5 6 7 8 9 پاروز، شکم و کمر سفت، سرسینه بیرون، سرشونه ها عقب، پای پشتی کامل رو پنجه، زانو داخل نمیاد. 1 2 3 4 5. اگه دمبل نداری بدون دمبل بزن. 10. یه بطری، یه جو بطری آب توش آب پر کن، بگی دستت با اون بزن. میریم برای دمبل بزن. خب بالا و پایین رفتن با دست. آب اندام لاس مانتین کلایمبر یا کوهنوردی. ببین من آن دستان تو راستای سرشونم نگه میدارم، شکم و کمر آسته، با سایدم میرم پایین، میام یه دونه مانتین میزنم، بعد با اون یک دستم میرم پایین، میام بالا، دوباره مانتین میزنم. 3
6 7 8 توی تون بزنید 9 10 حالا میریم برای پا به پشت بخوابید. گودی کمر کامل چسبیده. پاها ساق پا اصلا بدن نمیچسبه. با یه فاصله گودی کمر چسبیده. دست رو راستای سینه، مچ ساعد توی خط به این حالت است. سرشونه ها چسبیده به زمین. حالا میخوام باسنتو بیاری بالا نگه داری. دست سینه 1 2 آرنج 90 درجه نشه. نزدیک بدن نگه دار. 4 5 6 7 8 9 10 دست بالا بمونه. بازن بالا پایین 1 2 3 4 5 بازن نزدیک زمین میره برمیگرده 6 7 8 9 10 عالی. حرکت ششم یه ذره ضرب و قلب رو چسب کنم میبره بالا. خب اگه کمر در زانو کردی برپی رو نپر، برپی رو آهسته بزن. من زیادشنش هم برس میخوام حرکتشون داره تبا بزنی. اول میری پایین دست راستای سرشونه میشه 1 2 حرکت بعدی روه، یعنی آرنج رو میکشی به سمت باسن. حرکت سوم اگه زانو در توش هم کردی پات میاد کنار دسته دورانش بالا. پس شد 1 2 3 4 2 که از رو به رو پا پرت میشم 1 2 3 4 3 دوباره 1 2 3 4 5 دوباره 1 2 3 6 1 2 3 4 7 اگه کمر دردی آروم 1 2 3 4 7
بیشتر من خط میشه. دست بالا میشونیم پایین، شکم و کمر سه، میایم بالا نگه میداری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آروم. خب تمرینمون تموم شد. میریم برای شروع حرکات کششی. هر حرکت کششی رو حتما باید حداقل 10 ثانیه نگه داری. حتی اگه تایم نداشته باشی بزن، چون باید اون انقباض اون فقراتت برطرف بشه. من سریع بزنم. خوشت اومده باشه و حسابی عرقتو در آورده باشه. فقط یادت نره تغذیه‌تو حتما رعایت کن. اصلا بدون رعایت کردن تغذیه نمیتونم به قول بدم که وزن کم کنی. منیزیم حتما بخور، آب حتما بخور، سدیم پتاسیم بدنت تامین کن. حالا توی موز و اسفناج هست، بعد دیگه املاح معدنی مثل منیزیم دیگه روی حتما استفاده کن. به کمپلکس بخور، امگا 3 امگا 6 اینا خیلی خوبه برای چربیای دور شکمت. حتما استفاده بکن. ویتامین D، ویتامین D، ولی تحت نظر پزشک باشه و آزمایش قبلش گرفته باشی. اینا خیلی کمکت میکنه، نمیخواد سراغ چیزای دیگه بری. خسته نباشی.